شعار با مسمای شهر ما خانه ما روی سطل‌های زباله ما را متوجه زباله کرد. گروه زباله ها را از نزدیک مورد مطالعه جدی قرار داد. زباله سبزی و میوه را خوش‌طعم و معطر می‌سازد. همه راضی؟ جعفرخان ناراضی. هیچ نه اهمیت میدن نه جواب میدن. بعد همینطوری موندن دیگه. دل گشنه و لب تشنه و جون در تب و تبس، حجی بغداد خرابه. خوشبختانه زباله غذای گوسفند نیز هست. گوسفند از پستانداران محبوب و پرشمار در شهر تهران است. از گوشت، شیر، پوست، پشم و حتی کود گوسفند بهره ها میبرند. به همین جهت گوسفند پروری در شهر تهران از حرف مهم، شریف و پردرآمد است. اکثر گوسفندهای زنده تهران از طریق تلفن همراه به فروش میرسند. No response to paging. گروه در جریان گوسفند شناسی دریافت که وجود انبارهای صنعتی و پستانداران پرشمار در وسط شهر بهداشت را به خطر انداخته است. بهداشت هم مسئله مهمی است، پس کارشناسان نگرانند. گروه با کمی تغییر جای دوربین ناگهان به کشف حقایقی در مورد شمال و جنوب شهر نائل آمد. اکثر ساکنان جنوب تهران بیشتر اوقات به شکرگزاری، زیارت و انجام واجبات و تحبات مذهبی مشغولند. اما اکثر ساکنان شمال تهران در بازار بزرگ به کسب حلال مشغولند. هرقدر چک بکشی و صفت بدی باز بده کار منی. ساکنان شمال تهران پس از کسب حلال از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید می‌کنند. فروشگاه زنجیره‌ای فروشگاهی است که دور تا دور آن را زنجیر کشیدند. وجود این زنجیرها مانع از ورود افراد ولگرد و بی پول به داخل فروشگاه می شود. در شمال تهران همچنین به جای بازار بازارچه وجود دارد. بازارچه ها فرزندان بازار بزرگ محسوب می شوند که در آنها فرزندان بازاری ها می توانند خرید کنند و به کافی شاپ بروند. خدایا هوری گرداری مثل شمسیه. ساکنان شمال تهران همچنین ساعتها در کتاب فروشی ها کتاب ها را تماشا می کنند. تماشای کتاب یکی از راه های روشنفکر شدن در تهران محسوب می شود. گروه سازنده در یک زمین خاکی متوجه شباهت ساکنان شمال و جنوب شهر شد. بابک جان متولد لندن و ساکن شمال تهران است. شغل او مربوط به ساختمان است. او و همسرش 2 نفری در یک خانه 600 متری زندگی می کنند. بابک جان در شمال شهر برج سازی می کند. آقا جعفر متولد کردستان و ساکن جنوب تهران است. کار او نیز در ارتباط با ساختمان است. آقا جعفر با خانواده‌اش در یک اتاق 20 متری زندگی می کنند. آقا جعفر در جنوب شهر در کارخانه آجرپزی کار می کند. در محله آقا جعفر کردها و افغانی‌ها آجر درست می کنند. آجرهایی که آقا جعفر و همکارانشان می سازند به دست بابک جان به برج تبدیل می شود. برج شیئی عمودی دراز و گران قیمت است که از آجر درست می شود. در شمال تهران کردها و افغانی‌های زیادی برج‌ها را درست می کنند. از این رو رونق برج‌سازی در شمال تهران مستقیما موجب رونق کردستان و افغانستان می شود.
گروه بلافاصله با دقت ساختمان‌ها و برج‌ها را مورد مطالعه قرار داد. همچون تمامی شهرهای بزرگ جهان، تهران نیز شهر ساختمان‌های گران قیمت است. در سالهای اخیر مهمترین مسئله شهر تهران در کنار مسائلی چون جامعه مدنی، روح جاری مردم سالاری و این قبیل حرفا، مسئله تراکم بوده است. تراکم یعنی فضایی که هر شهروند حق دارد در تهران اشغال کند. تراکم برای هر شهروند تهرانی فرق می کند. به عنوان نمونه، تراکم برای بابک جان و همسرش نفری 300 متر، ولی برای آقا جعفر و بچه هایش هر نفر 5 متر است. خوشبختانه فروش غیرقانونی تراکم ممنوع و ساخت و سازهای غیر مجاز در تهران متوقف شده است. اما چرا بابک جان همچنان برج و آقا جعفر همچنان آجر درست می‌کنند؟ برای گرفتن پاسخ گروه به نزد مهندس خانی شتافت. مهندس خانی از مدیران جوان اما بسیار لایق شهر تهران است. گروه به همراهی مهندس خانی در شهر تهران به گردش پرداخت. در حین گردش مهندس خانی از بهینه‌سازی، راهکار و پیمانکار به تفصیل سخن گفت. به طور خلاصه راهکار بهینه پیمانکار یعنی تخریب خانه‌های قدیمی و سنتی، آجوری یا خشتی، نیمه خراب یا مخروبه و بی مصرف و سابمایه زمانهای گذشته. نازنین یار من غافل از کار من تا بکه، از غم روی تو ناله زار من تا بکه، دشمنی کار تو دشمنان یار تو تا بچه، عاشقی کار من عشق و غم یار من تا بکه. به عقیده جناب خانی، تهران باید سریعاً چهره امروزی، یک دست و منظم پیدا کند. بنابراین هرچه به گذشته ربط دارد را باید از پایه خراب کرد و به جای آن انبوه سازی کرد. در همین راستا مهندس خانی با از خودگذشتگی بسیار در جنوب شهر تهران به اجرای سیاست انبوه سازی مشغول است. انبوه سازی یعنی انبوه خانه برای انبوه مردم فقیر. به همین جهت است که مهندس خانی در جنوب تهران شهرک پشت شهرک می سازد و ارزان می فروشد. ایشان در اینجا فروتنانه اعتراف کرد که ضرر این کار را برای ثواب در راه خدا قبول می کند. با صمیمی شدن گروه با مهندس، او ما را به شمال تهران برده و پروژه دیگرش را هم به ما نشان داد. البته این پروژه ربطی به انبوه سازی ندارد. آپارتمان‌های 600 متری مهندس خانی در شمال شهر پیرو سیاست خصوصی سازی ساخته می شود. خصوصی سازی یعنی ساخت آپارتمان‌های لوکس با سونا و استخر برای آدم‌های خصوصی. البته مهندس گفت که بازار مسکن اکنون راکد است. رکود مسکن یعنی مسکن آنقدر محکم است که هیچ چیزی آن را تکان نمی‌دهد. پس مسکن سازان آپارتمان‌ها را خالی می‌گذارند تا بازار تکانی بخورد. بعد آنها را چند برابر می‌فروشند. خوشبختانه در گوشه و کنار شهر تهران امثال مهندس خانی فراوان مشغول کار خیر و فعالیت ثوابند. در اینجا یک بار دیگر هم از شهروندان تهرانی نظرسنجی شد.
باز همه راضی؟ 12 واحدم مونده تموم کنم. خب اگه کار باشه من بیرون و جعفرخان ناراضی.